هنوز توی انتخاب دستگاه تماسی و غیر تماسی شک داری؟ بیا تا این شک رو به صورت کامل برات برطرف کنم. دستگاه‌های لیزر تماسی همونطوری که از اسمشون مشخصه باید روی سطح پوست تماس پیدا بکنن و شادزنیشون به صورت رولی باید اتفاق بیفته، یعنی شما باید هندپیس دستگاه رو روی سطح پوستتون بکشید تا شادزنی انجام بشه. ولی دستگاه‌های غیر تماسی نیازی به تماس با سطح پوست ندارن، با فاصله شادزنی انجام میدن، ولی این شادزنی به صورت تک شات باید اتفاق بیفته، یعنی شما روی نقطه مشخصی متناسب با اون سری میذارید، شادزنی میکنید، بر میدارید، روی نقطه دیگه میذارید. این تفاوت اصلی دستگاه تماسی و غیر تماسی. مهمترین مزیتایی که یک دستگاه لیزر تماسی میتونه داشته باشه دقت شادزنی این دستگاه هست، چون به صورت رولی روی پوست کشیده میشه، تمام نقاط اون ناحیه شادزنی براشون انجام میشه. مزیت دوم قیمت اقتصادی دستگاه‌های تماسی میتونه باشه و سومین مزیت احساس درد کمتر در حین لیزر هست. دستگاه‌های غیر تماسی هم مزیت‌های مشخص و خاص خودش رو میتونه داشته باشه که مهمترین مزیتش بهداشتی بودن و عدم انتقال بیماری هست. بدون نیاز به ژل شما میتونید از این دستگاه استفاده بکنید. و مزیت سوم تعداد جلسات توی دستگاه غیر تماسی ممکنه 2 جلسه تا 3 جلسه کمتر از دستگاه تماسی باشه. اما نکته مهم اینجاست از نظر جوابدهی هر دو تا دستگاه جوابدهی قطعی براشون میسر خواهد بود. حالا ممکنه طبق مزیتایی که براتون تعریف کردم یه خورده با هم تفاوت داشته باشن، ولی در نهایت حذف ریشه موزاد شما انجام میشه.